صبح 21 نوامبر سال 2023 президент توجیکستان امامعلی رحمان با سفر رسمی 2 روزه وارد مسکو شد. او در مسکو با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات میکند. امامعلی رحمان را در فرودگاه ونوکوودو که صرف برای قبول و گسیل هیئت رسمی و میمانان بلندپایه پیش بینی شده است، معاون سروزیر روسیه مرات اوسنولین که وقتهای آخر امور مربوط به رشد روابط مسکو و دوشنبه را در دست دارد پیشواز گرفت. به پیشواز امامعلی رحمان در میدان فرودگاه روت قراولی فخری گارنیزون مسکو و ارکستر نظامی اسبابهای نفسی صف آراسته بعد گزارش فرمانده قراول فخری سرودهای ملی دو دولت نواخته شد. مراسم استقبال رسمی با گذشت تنتنوی قراول فخری به پایان رسید. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان قبلا خبر داد که امامعلی رحمان را در این سفر معاون سروزیر، یاردمچی پرزیدنت اوید به مسئله های رابطه های خارجی، وزیران کارهای خارجی، مدافع، کارهای داخلی، رشد اقتصاد و سودا، صنعت و تکنولوژی های نو، انرژتیکا و ذخیره های آب، نقلیات، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، معارف و علم، کشاورزی، فرهنگ، مالیه، رئیس کمیته معماری و ساختمان، سرداران خدمات گمرک و اجرا، پرزیدنت اکادمی ملی علمها و دیگر شخصان رسمی همراهی میکنند. کرمل یک روز قبل از سفر امامعلی رحمان خبر داد که روز 21 نوامبر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با همتای تاجیکش رشد روابط تجارتی دو کشور و دیگر پهلوهای مهم شریکی استراتژیکی مسکو و دوشنبه را بررسی میکنند. در جریان این سفر ملاقات یک به یک امامعلی رحمان با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین همچنین مذاکرات هیئت‌های رسمی دو کشور برگزار شده. بر اساس نتیجه های این مذاکره ها امضای سندها نیز پیش بینی شده است. درباره اینکه چه سندهای قرار است بین روسیه و تاجیکستان امضا شود، شریف زاده نیز یگان تفصیلات نداد. روسیه یکی از شریک‌های مهم استراتژیکی تاجیکستان به شمار می‌رود. سال 2022 حجم تجارت بین دو کشور قریب 24% افزوده به 1.7 میلیارد دلار نزدیک شد. دوشنبه و مسکو می‌خواهند در سال 2023 این نشان دهنده ها را به 2 میلیارد دلار برسانند. عامل دیگری مهم در روابط تاجیکستان و روسیه بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان است که تقریباً چهارک تمام اهالی قابل کار این کشور است که هر سال برای تامین زندگی خانواده‌های خود به روسیه به مردکاری می‌روند. پول‌هایی که مهاجران تاجیک از روسیه می‌فرستند سالانه از 2 تا 4 میلیارد دلار را تشکیل داده. یک منبع اساسی تامین زندگی اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان باقی می‌ماند. اما وقت‌های آخر از جمله به دلیل فشار جنگ میانشکن روسیه به ضد اوکراین در روسیه فشارها بالای مهاجران خارجی از جمله بالای مهاجران تاجیک افزوده است. در ده‌ها منطقه روسیه مهاجران را از حق کار در بسیاری از ساحه‌های نسبتاً پردرآمد اقتصادی روسیه به مثل سودا، مسافرکشانی و امثال این محروم کرده ایستادند. هنوز معلوم نیست که آیا امامعلی رحمان با پوتین مشکلات مهاجران تاجیک از جمله این همه معرکه‌های اخیر ضد مهاجران در روسیه را نیز بررسی خواهند کرد یا نه.